اگه بهت بگم یه دختر ایرانی، اون هم دختر آخرین پادشاه ساسانی، ترجیح داد بمیره اما به دست دشمن یا حتی یه شاه دیگه نیفته، باورت میشه؟ این داستان دختریه که مرگ رو انتخاب کرد اما تحقیر رو نه. بعد از کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، فرزندانش آواره و سرگردان شدند. در میان آنها یکی از دخترانش داستانی بسیار تلخ و در عین حال با شکوه داره. داستانی که در منابع مختلف به شکل‌های متفاوت نقل شده، اما هسته اصلی ماجرا یکیه. پس از حمله اعراب و سقوط ساسانیان، خاندان شاهی مجبور به فرار شدند. دختر یزدگرد همراه خواهران و همراهانش از تیسفون خارج شد و مدتی در شهرهای مختلف ایران سرگردان بود. او به همراه گروهی از وفاداران از مرزهای شرقی گذشت و به ماوراءالنهر رسید، منطقه‌ای که شاهان محلی هنوز استقلال داشتند. در اینجا پادشاه محلی با احترام بسیار از او پذیرایی کرد. روایت مشهور این است که حاکم محلی شیفته زیبایی و نجابت دختر شاه شد و از او خواستگاری کرد. اما دختر یزدگرد سوم که زوال ایران و کشته شدن پدرش را دیده بود، هرگز حاضر نشد همسر یک شاه غریبه شود. گفته می شود او یا خود را از فراز قلعه‌ای بلند به پایین افکند تا اسیر خواست مردان نشود، یا طبق برخی روایات دیگر درگیری رخ داد و او در آشوب آن کشته شد. مرگ دختر یزدگرد در تاریخ ایران تبدیل شد به نماد عفت، نجابت و مقاومت زنان ایرانی در برابر سقوط و اسارت. در شعرها و ادبیات پس از آن نیز بارها از او به عنوان نمادی از ایران بانوی پاک یاد شده است. دوستان عزیز، اگه به داستان‌های تاریخی علاقه‌مندین، لایک، کامنت، سابسکرایب. متشکرم.